میو خدا میو. برکت و آرامش را به دیگران منتقل کنه. خدایا به من بیاموز که هر نفس نشانه‌ای از حکمت توست و هر حادثه‌ای فصلی از کتابی است که تو برای من نوشتی. مرا در سختی‌ها و شادی‌ها بینا کن تا درک کنم که دست تو در هر آنچه رخ می‌دهد پنهان است و هر لحظه از زندگی پلی است میان من و تو. ای سرچشمه بی پایان آرامش، به من قوت قلب بده تا در برابر طوفان‌ها بایستم و در هر قدم حضورت را طوفان‌ها بایستم و در هر قدم حضورت را بیشتر احساس کنم. همیشه به خاطرم بیاور که تو خالق مسیرها و مقصدها هستی و هیچ چیز در زندگی من بیرون از طرح الهی تو نیست. پروردگارا، امروز و همیشه مرا از شک و تردید آزاد کن و چشمانم را به نور ایمان روشن ساز. به من جرأت بده که با اطمینان از عشق و حکمت تو به آینده بنگرم و با دلی مطمئن و گام‌های استوار مسیر زندگی را طی کنم. تو که آغازگر عشق هستی، مرا به نور خودت تبدیل کن تا بازتابی از حضور تو برای جهان باشم. سرچشمه عشق ابدی، مرا هدایت کن تا برنامه‌های مقدس تو را در زندگیم درک کنم و با قلبی سرشار از شادی و شوق‌گذاری آنها را دنبال کنم. به من یادآوری کن که هر نقشه‌ای که تو برای من داری سرشار از حکمت و مهربانی توست. کمکم کن تا ایمان داشته باشم که در مسیر تو هر گامی که برمی‌دارم به سوی نور و برکت است. پروردگارا، در این صبح تازه و لبریز از زیبایی با دلی مملو از سپاس و عشق به حضورت می‌آیم. ای خداوند بخشنده و مهربان، می‌دانم که مرا بی قید و شرط دوست داری. می‌دانم وجودم را با تمام ضعف‌ها و نقص‌هایم می‌پذیری. این حقیقت پناهگاه آرامش و اطمینان من است. مرا یاری کن تا همیشه حضور و عشق بیکرانت را در قلبم احساس کنم و باور داشته باشم که تو در هر لحظه کنار من ایستاده‌ای و دست مرا در دستت گرفته‌ای. ای مهربان‌ترین، تو که مرا در تمام شکست‌ها و خطاهایم همچنان در آغوش می‌گیری، به من بیاموز که عشق تو هیچ شرطی ندارد و عشق تو دیوونم کرده. عشق جاودانه را از من بگیرد. به من و بدانم که ارزش من در نگاه تو فراتر از هر سنجشی است. خدایا، از تو می‌خواهم به من قدرتی عطا کنی تا از این عشق بی پایان بهره مند شوم و آن را همچون چشمی. حالا طولانی تره دیگه، فعلا حالا برای دوربین بسته، حالا بقیه خودم برم بیا. آفرین.